سلام دوستان عزیز به کانال یوتیوب ما خوش آمدیم. امروز همراه دو تا از دوستای ما هستیم در داخل شهر. یکی دکتر صاحب فرشاد جان و دیگر دوست ما انجینر صاحب نعیم جان. ان شاء الله همراه از اینا صحبت کنیم و ببینیم سوالای از اینا داریم. در نخست از اینا میخوایم که خود معرفی کنم. در اول دکتر صاحب خیلی خوش آمدید برنامه. تشکر از اینکه اشتراک کردین، وقت خوب گذاشتین. لطف کنین خود معرفی کنین برام. با عرض سلام احترام به همه دوستای عزیز. اسم محمد فرشاد است، تخلصم نیا است. ما حدوداً 9 تا 10 سال است ترکیه هستیم. دیگه اصلا از ولایت تخار افغانستان هستیم. به شهر استانبول فعلا زندگی داریم. ما تحصیلات دوره ابتدایی خود دوره لیسر به افغانستان تمام کردیم. بعد از او هم جهت فرا گرفتن تحصیلات عالی به ترکیه آمدیم به استانبول. و دانشگاه استانبول بیلیم یونیورسیتی ما طب خواندیم. سال آخرم است، تقریبا 2 ماه دیگه فارغ میشیم. دیگه به همین ترتیب بخیر ان شاء الله. خب تشکر دکتر صاحب عزیز. فعلا دوستان عزیز همراه انجینر صاحب نعیم جان هم کلام میشیم و از اونا میخوایم که خود معرفی با عرض سلام و ادب خدمت دوستای عزیز. نعیم فیضمند هستم، فارغ التحصیل رشته انجینری کامپیوتر از استانبول. و دیگه ما هم تحصیلات ابتدایی را در کابل افغانستان سپری کردم و دیگه دانشگاه را در شهر استانبول رشته انجینری کامپیوتر تمام کردم. خیلی زیاد تشکر از شما انجینر صاحب عزیز. خب دوستان عزیز، یک سوالی که من خیلی به ذهن من اصلا تعجب میکنم از دکتر صاحب پرسان کنم و همینه که دکتر صاحب مریضا که میایم مثال به شما بگم، یک نفر خدا نکرده مرمی خورده، یک نفر خدا نکرده چاقو خورده، همینا خونپور پیش آمیه. از اینا شما نمیترسیم؟ خون نمیبینیم؟ وحشت نمیکنیم؟ چی رقم دکتر صاحب؟ همین یک تشریح برام بده مگه لطف کنیم. والله نه، اول خصوصا خانما که ما به دوره کلینیک و دیدن فاکولته طب شروع میکنن، خصوصا دختر خانما یکم میترسن. واقعا ما به چندین بار دیدیم از دوستای دختر خانم که همراه ما بودن به عملیات ها، به همین واقعات عاجل که رفتن و با دیدن همین خون یا بعض عملیات هایی که باز شق میشه، جراحی میشه، با دیدن از این عملیات ها واقعا ترس داشتن. ولی برای ما یک چیز عادی بود، چون ما مردم افغان همیشه چی میگم، مردم سنگ و سخت است. باشون همین تجارب روزگاره که روی ما و شما جمع شده، به این سبب شده که ما و شما واقعا خوب یک تجربه از زندگی زیادتر داریم. ما و شما دیگه، ما پدرم هم دکتر بود، از اون لحاظ ما همیشه ما در شفاخانه کلان شدیم. واقعا ما همیشه همراه پدرم بودیم و هم عملیات‌های گپایی که می‌داشته، بعض موقعات عاجل و جراحی‌های گپایی که ما دیدیم دیگه، این خودش سبب شده که ما واقعا کدام ترسی نداشتیم و همین خود در خاطر همین سبب شده که ما همین رشته را انتخاب کنیم و از راه پدر بریم. یعنی با چندین تا مثلا مواقع دارم، پدرم دکتر چشم است و هم دیگه چندین واقعی دیدم که مثلا با چاقو نفر به چشمش چاقو خورده یا با سوزن به چشمش رفته دیگه. امثال از این مثلا حتی واقعا دیدیم که مرمی به چشم خورده دیگه. واقعات زیاد دیدیم. از اون خاطر برای ما دیگه عادت شده دیگه. واقعا آدم وقتی که داخل قضیه باشه زیاد نمیترسه. که بیرون باشه، بیرون قضیه آدم ترس می‌داشته باشه، اما داخل که باشه و داخل کار و وظیفه آدم میباشه، تمرکز فقط روی از این باشه چگونه بتونه که کمک بکنه به هموطن خود، به یک انسانی که به خاطر شفایابی خوشفال از طرف خداوند داده میشه. به اونجا پیش شما میاد و شما بتونن که برای از یک کمک کنین. خیلی زیاد تشکر دکتر صاحب عزیز. خب دوستان عزیز، برمیگردیم به یک سوالی که واقعا هم تعجب میکنم از انجینر صاحب نعیم جان پرسان کنیم. سوال اینه که فعلا متوجه خودشون که در اکثر جاها اکثر مردم از هوش مصنوعی استفاده میکنن، یا مو ای آی که هست یا yapay zeka که به ترکی میگن. انجینر صاحب عزیز، این به نظر شما یک خطر برای شغل آینده شما نیه؟ اگه لطف کنید برام کمی توضیح بدیم. تشکر مسیح جان از سوال شما. والله هوش مصنوعی خب خیلی در حالت پیشرفت است و تا حدودی هم بعضی از وظایفی که از طریق کامپیوتر انجام میشد، هوش مصنوعی فعلا جایگزین شده دیگه. والا فعلا چیز 100% گفتن نمیتونیم، اما شاید با آینده ها هوش مصنوعی در روی بیشتر از رشته ها تاثیر بگذاره. خیلی زیاد تشکر انجینر صاحب عزیز. خب دوستان عزیز، همراه دکتر صاحب انجینر صاحب ان شاء الله در برنامه‌های آینده هستیم، هم کلام میشیم، وقت از این دوستان میگیریم بیشتر. و فعلا من یک سوال دارم دوستای عزیز. ما خودم معرفی کردیم درباره تجارب زندگی خود، حداقل یک شارتکت دادیم
دیگه مسیجان میشه بخواد از درباره خود بگه، خودم معرفی کنیم به دوستا، کسایی که میشه که نو سابسکرایب شون، دوستای عزیز که بار اول برنامه ما رو میبینن سابسکرایب شون دیگه. باز به برنامه آینده طبعا که بیشتر معرفی خواهد شدن. شما هم کمی از خود گفتین خب مسیجان. تشکر دکتر صاحب از سوال شما. دوستان عزیز، مسی نوری هستم از ولایت هرات. فعلا مقیم استانبول هستم. چیزی در حدود 8-9 ساله که به استانبول من زندگی میکنم. مکتب لیسه یا صنف 12 به ترکیه خلاص کردم. فارغ التحصیل رشته تجارت بین الملل هستم. فعلا هم در یوتیوب کار نو شروع کردم، ان شاء الله ببینم چی رقم میشه. و در کنار از اون هم یک کار دیگه است که کار روزمره مذکور انجام میدم. 2 سال میشه که ازدواج کردم و در استانبول فعلا زندگی میکنم. دکتر صاحب کدام سوال دیگه اگه باشه؟ بسیار تشکر. خود مثل مهمان احساس کردم. واقعا دوستان عزیز، کانال مسیجان است. خب صحبت خود خودمانی است. به این گفتیم باشه که ما هم سوالای از مسیجان داشته باشیم. تشکر. بالای سوالا میخوایم یک سوال دیگه هم داشته باشیم. خواهش میکنم. این که چی انگیزه باعث شد که این کانال یوتیوب باز کنیم و همین خاطرات گرد هم بیاریم، خاطرات و همین ویدیو بسازیم دیگه؟ چی انگیزه به این سبب شد؟ واقعا دکتر صاحب عزیز، من قبلا یک شرکت داشتم برای میدیا و ویدیوهای تبلیغاتی درست میکردیم و مثلا به شما بگم مزک فیلم که هست مثلا تریلر درست میکردیم یا پیش از فیلم که مثلا پخش میشه 2 دقیقه ویدیو که پیش فیلمی که هست. بعد ما او کارو میکردیم و بعد از او من خودم یک علاقه، یک شوق پیدا شد به همین ویدیو یوتیوب و همین کامera و اینا و خواستم که همین چیزایی که هست، چیزایی که زندگی میکنم نورمال که پیش میایه و همینا رو همراه دوستا به اشتراک بگذارم. در اصل هدف همونه، میخوام که هم خودم در کنار از اینکه لذت میبرم از این کار، همچنین بینندگان عزیزم از این چیز لذت ببرم. واقعا من همین چیز فکر میکنم، ببینم در آینده چیکار میشه ان شاء الله. بسیار خوب. واقعا خوش شدم که این کانال واس کردین. ان شاء الله که دوستای عزیز سابسکرایب کنن و منتظر زنگوله هم فشار بدن سابسکرایب شون. منتظر ویدیوهای بعدی مسیجان هستم ان شاء الله. تشکر مسیجان از اینکه ما را به کانال خود دعوت کردین. حالا دوره هم چند دقیقه شیشتیم و از خاطرات و تجربیات خود گفتیم دیگه. تشکر، ان شاء الله که موفق باشیم. تشکر انجینر صاحب عزیز. خب دوستان عزیز، خداحافظی میکنم همراه شما، هم همراه دکتر صاحب و هم همراه انجینر صاحب. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی اگر مورد پسند شما بود و سوالایی داشتیم در پایین از این ویدیو کامنت کنیم که باز همچنین ما دکتر صاحب و انجینر صاحب دعوت کنیم و سوالای شما را از اونها پرسان کنیم. تشکر از شما دوستان عزیز، وقت شما خوش. فعلا خداحافظ.